صبحگاهان خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه قبای ادانه داشت، زیرا بیش از 10,000 نفر دوندگان از داخل و خارج کشور جهت تجلیل از روز پایتخت آنجا جمع شده بودند. در 12مین نیم ماراتون بین المللی هیئت گسترده دوندگان کسبی و غیر کسبی میان مردان و زنان آمادگی می‌دیدند. قابل ذکر است که امسال نورسان نیز امکان اشتراک در این مسابقه را دریافت کردند که طبق قرار رئیس شهر دوشنبه نورسان 8-10 ساله، 10-12 ساله و 12-15 ساله در مسافه های 3 کیلومتر، 5 کیلومتر و 8 کیلومتر رقابت نمودند. در این مسابقه عنعنوی اشتراک ورزشگران کشورهای گوناگون و شهرهای برادر شهر دوشنبه و نمایندگان نهادهای بین المللی مقیم تاجیکستان و حتی مهمانان خارجی نیز به ثبت رسیده در مجموع دوندگان از 6 کشور به ثبت رسیده بودند. افزون بر این نمایندگان سفارتخانه‌های مقیم تاجیکستان نیز اشتراکچیان همیشگی نیم ماراتون بین المللی دوشنبه میباشند و چنین ابراز عقیده کردند. سلام، از صبح صادق به اینجا آمدم تا در این نیم ماراتون اشتراک نمایم. خیلی شدم که دوشنبه چنین مسابقه‌های بین المللی را میزبانی می‌نماید و من با خواهش زیاد در این مسابقه حضور خواهم آورد. مردم تاجیکستان و رهبریت این کشور برای رشد ورزش همه کار را انجام می‌دهند و از طول 8 سالی که من اینجا زندگی می‌کنم آگاه گشتم. انبوه اشتراکچیان در آغاز دوی نیم ماراتون تجلیل روز پایتخت عزیز کشورمان را با شکوه‌تر نموده بود، زیرا ساکنان کشور، کارمندان نهاد و کارخانه‌های گوناگون با حضور گسترده خود روز پایتخت را جشن گرفتند. نیم ماراتون بین المللی بخشیده به روز پایتخت از سال 2010 دایر می شود و همکنون در تقویم مسابقه‌های اساتسیاسیون بین المللی ماراتون‌ها شامل شده است. نیم ماراتون بین المللی دوشنبه مسافه 21 کیلومتر و 97.5 متر را تشکیل نموده برای دوندگان کسبی این رشته بسیار مناسب است، زیرا حداکثر شیب جاده‌های انتخاب شده شهر دوشنبه 800 متر را تشکیل می‌دهد. مسیر دو از نزدیکی نوروزگاه از طریق خیابان حافظ شیرازی در محله چورباغ و از آنجا از طریق خیابان رودکی تا میدان دوستی ادامه یافت. نقطه جالب نیم ماراتون بین المللی این بود که اکثرا می‌دانستند که صاحب مقام‌های افتخاری و یا صاحب جایزه نمی‌شوند، اما جهت سزاوار تجلیل نمودن روز پایتخت و تامین عمومیت تربیت جسمانی و ورزش و طرز حیات سالم در نیم ماراتون شرکت نمودند. همین طور سبقت‌ها پرشدت جریان گرفته برای زینه‌های افتخاری مسابقه دوندگان کشورهای افیوپیا، کنیا، اوکراین، ازبکستان، قرقیزستان داوطلبان اساسی دانسته می‌شدند که سال‌های قبلی در نیم ماراتون بین المللی دوشنبه غالب گردیده بودند. در انجام هم اولین شده از خط نهایی نیم ماراتون از میان ورزشگران مرد از کشور کنیا تا لازاروس عبور کرد و مسافه مسابقه را در 1 ساعت و 5 دقیقه و 39 ثانیه طی نمود. در زینه دوم دونده از افیوپیا توفیرا گوزاجیرما و در سگانه برتر ویتالی شافر از کشور اوکراین قرار گرفتند. در زینه های چهارم تا ششم ورزشگران نورسلطان کشنبیکوف از قرقیزستان، شاهرخ دولتوف از ازبکستان و مهراب اودینایف از تاجیکستان قرار گرفتند که صاحب جایزه های پولی می شوند. اولین بار به تاجیکستان آمدم و غالب نیم ماراتون شدم. سال آینده حتما باز اشتراک میکنم. تشکر به همه آنهایی که این مسابقه سطح بلند را تشکیل کردند. امسال پنجم بار است که در 12ام نیم ماراتون بین المللی اشتراک کرده ایستادم و پارسال سزاوار جای پنجم شدم و راست گپ حریفان ما پارسال آنقدر قوی نبودند و امسال زیاده از 6 دولت تشریف داشت که بیشتر از جمهوری کنیا و افیوپیا اینها ورزشگران قوی هستند و ما برابر آنها ایستادگی کرده سزاوار جای ششم شدیم. میان بانوان باشد غالبی نیم ماراتون بین المللی دوشنبه تکو بکلو اببو از افیوپیا گردید که مسافه مسابقه را در 1 ساعت و 16 دقیقه و 7 ثانیه طی نمود. در سگانه برتر نیاومری ونگوی از کنیا و گلشنوی ساتوروا از قرقیزستان جای گرفتند. همچنین یکاترینا تونگوسова از ازبکستان، رجب عبداللهیوا و زولحجه غفورова از تاجیکستان در زینه‌های چهارم و ششم قرار گرفته صاحب جایزه پولی نیم ماراتون دوشنبه گردیدند. همون طوری که در بالا ذکر کردیم، بسیاری از اشتراکچیان نیم ماراتون نه برای زینه‌های افتخاری و جایزه‌های سبقت، بلکه به خاطر تجلیل سزاوار روز پایتخت و تبلیغ طرز حیات سالم می‌دوند و ورزش را عموماً برای سالمی انتخاب کردند. من دوست می‌دارم اشتراک کردن به ورزش. همین
марафон ба фикрам қариб 10 бор ки иштирок кардам. ҳар сол иштирок мекунам агар илоҷ бошад. ман ҳар ҳафта машқ мекунем 3, 4, 5 бор дар як ҳафта машқ мекунем. ин ба воситаи ҳамин ҷавон меистам. агар истифода мебарад танаш зур меистад. бояд ҳамин хел кунем барои ҳама, то ки мо бо қувват меистем, то сину солаш дароз зиндагӣ мекунем бо саломат. ҳам ва камтар барои тандурустӣ сарф мекунем. нуқтаи сабқатҳои имсол ин буд ки токунун варзишгарони марди Эфиопия ва Кения дар 5 ниммарафони душанбе ғолиб шуда буданду ҳамакнун бонувони ин ду кишвар аввалин бор пирӯзиро аз бонувони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ниммарафони душанбера буданд. дар ҳар сурате метавон гуфт базми варзишӣ яъне ҳамон ниммарафони байналмилалӣ бахшида ба рӯзи пойтахт бо муваффақият ва бошукӯҳу шаҳомат баргузор шуд.